با درود از دفتر مرکزی رادیو زودی شالو گلخوجه هستم. تا 15 دقیقه دیگر همراهتان. نخست میبینیم که امروز 16 اپریل کدام موضوعها را داریم. از چی خواهند گفت؟ امالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر رسمی به روسیه رفت. انتظاری ها از این سفر در تاجیکستان و روسیه. سفر به روسیه با автобус. شرکت آزیا اکسپرس میگوید که من بعد مسافران را مستقیم و بدون مشکل به مکان میرساند. باید خوراکی راه باید رهبر بود از طرف خانه سوغاتی گرفتیم. فشار و جزا روی حل نیست. تفتیش پیوسته کاشانه‌های ҳусн کارمندان این مرکزها را خسته و مشتریان را گریزان کرده است. هر یک کلینت و یا خودشان ناراحت حس میکنند. کلینت‌ها نمی‌بینند دیگر پیش سالن. امامعلی رحمان президенти Тоҷикистон در نیمه دوم امروز به روسیه رفت. در این سفر دولتی که با دعوت ولادیمیر پوتین انجام می شود، رئیس جمهوری تاجیکستان را وزیران و مقامات بلندپایه کشور همراهی می کنند. انتظار می رود که امروز امامعلی رحمان در مسکو با دیاسپورای تاجیکان و دانش آموزان و مهاجران ملاقات نماید. درباره برنامه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه و انتظارات از آن را میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. موضوع کلیدی ملاقات سران دو کشور امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین اصلا روی مسئله سازشنامه ها در رابطه با مسئله مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان در روسیه می باشد. یکی از سازشنامه‌ای که در نظر است که به امضا رسد این انتقال متشکلانه نیروی کاری تاجیکستان یعنی مهاجران تاجیک به روسیه. دوم مسئله نمایندگی های مهاجرت تاجیکستان روسیه به امضا خواهد رسید و در نظر است که مسئله نفقه مهاجران کاری در روسیه مورد بررسی قرار گرفته و سند ها به امضا رسد. در رابطه با مسئله های دیگر نیز مقامات تاجیکستان میگویند که یکی از مسئله های دیگری کلیدی هم این جلب سرمایه شرکت های روسیه به تاجیکستان است و از جمله با مسئله ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون بوده است. در ملاقاتی که ما با کارشناسان داشتیم آنها نیز روی همین مسئله تاکید کردند که در این نشست مهم همین مسئله اصلا مورد بررسی و در این دایره سندها به امضا خواهد رسید. ولی اگر ما نظر کنیم به اون هیئتی رسمی که همراه پرزیدنت رحمان به مسکو پریدند، قریب که اصلا همه اونجا بلوک اقتصادی هستند و این خود معنی اون دارد که بغیر از مسئله مهاجرت که اونم به اقتصادیات ربط دارد، باز مسئله های سرمایه گذاری شرکت های روسیه، سرمایه گذاری مستقیم شرکت های روسیه در تاجیکستان حتما که بررسی می شود، چون روسیه از نظر سرمایه گذارهای مستقیم در جای اول می ایستد در تاجیکستان. با پخش خبر سفری رسمی امامعلی رحمان به روسیه، برخی از کارشناسان و نمایندگان مقامات تاجیکستان و روسیه در شبکه‌های اینترنتی و رسانه‌ها اظهار نظر کردند. از جمله در یک صحبت قبلی به خیلی هم کوتاه که ما با سفیر روسیه در دوشنبه داشتیم، اون نیز نظر خود را و انتظارات خود را در رابطه با سفر امامعلی رحمان به روسیه و ملاقاتش با ولادیمیر پوتین را اظهار داشت و از جمله تاکید کرد که مسئله کلیدی این هم مسئله مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه خواهد بود. در حقیقت در جریان سفر امامعلی رحمان مسئله مهاجرت بررسی می شود و این موضوع یکی از مسئله های مهم است و با آن دقت جدی داده می شود. از حالا دو سازشنامه آماده است و در جریان سفر حتما به امضا خواهند رسید. یکی از این سازشنامه ها درباره انتقال متشکلانه مهاجران کاری از تاجیکستان به روسیه می باشد. طوری از صحبت با کارشناسان و نمایندگان دیگری مقامات تاجیکستان و روسیه ما صحبت داشتیم. آنها بیشتر روی مسئله مهاجرت تاکید کردند و این را هم باید گویم که امروز هم مهاجران کاری تاجیک در روسیه و هم خویشاوندان و پیوندان آنها در دوشنبه منتظر حل مثبت مسائل مهاجرت کاری تاجیک در روسیه می باشند. سفر امامعلی رحمان به مسکو در شرایطی انجام می شود که صبح امروز مهاجران تاجیک با فرستادن نواری از افزایش ریت‌های مقامات انتظامی خبر دادند. از جمله در این نوار دیده می شود که چگونه در یک ماشین پنجره‌دار پلیس مهاجران تاجیک بالای همدیگر به قول بار کرده شدند. مصاحبان ما گفتند پلیس شام گذشته بیش از 60 نفر این مهاجران را از یک کارخانه
کارکرد میوه در مسکو بازداشت نموده تا به حال در شعبه پلیس نگاه می‌دارد. در حالی که برخی از آنها اجازه قانونی کار و زندگی در روسیه را دارند. هفته گذشته ما گزارش داده بودیم که گروهی از مهاجران توجیک از ولایت سوخت عازم روسیه شدند، ولی در مرز قزاقستان شرکت مسافربر آنها را به حال خود گذاشت. به گفته مهاجران آنها از خدمات شرکت‌های خصوصی استفاده کرده بودند، اما سال گذشته مسافران شرکت آزیا اکسپرس نیز از وجود همین گونه مشکلات شکایت داشتند و مسئولان شرکت مذکور وعده می‌دهند که امسال مسافران را مستقیما و با شرایط بهترین به روسیه می‌رسانند. گزارش همکاران ما از نستایش وریم رو که مرسیت تقدیم می‌کند. بختیار هر سال به مسکو به مهاجرت می رود. این دفعه تصمیم گرفت که برای سفر از اتوبوس استفاده کند، هرچند قبلا درباره پیش آمدن مشکل زیاد شنیده است. چون نرخ بلیط هواپیما گران است، قرار نمود که این دفعه توکل کند. خوراکی راه باید رهبر بود، از طرف خانه سوغاتی گرفتیم بود، خیر رهبر بود، پول کتی میگیریم. سال گذشته نوارهای زیادی در یوتیوب نشر شد که تجربه تلخ مسافران اتوبوس را در راه به سمت روسیه نشان میداد. آنها شکایت داشتند که اتوبوس ها در راه ویران و سفر آنها به درازا کشیده شد. اتوبوس اکسپرس دوشنبه مسکو بچه اومدن اینمی یک سوتکه اینا بچه تیپا زکاسنوی اینا اتوبوس در شهر سمرقند کلیدشیدگی. در شرکت نقلیاتی وعده می‌دهند که امسال چنین مشکلات پیش نخواهد آمد. مسافران را تا نقطه آخرین مستقیم و با یک اتوبوس می‌رسانند. آنها میگویند من بعد برای عبور از کشورهای دیگر اتوبوس‌های آنجا را اجاره نمی‌گیرند. بر علاوه برای مسافران شرایط مساعد سفر فراهم کرده می‌شود. ما برای مسافران حتی غذا می‌دهیم. در اتوبوس‌های ما همیشه 2 یخدان کلان کار می‌کند. برای پیشنهاد چای و قهوه آب جوش آماده داریم. برای هر یک مسافر مانیتور گذاشته شده است و او می‌تواند 5 برنامه را تماشا کند. همچنین در داخل اتوبوس 2 تلویزیون کلان همه برنامه‌ها را نشان می‌دهد. قبلا مسافران این گونه خط‌سیرها از خوردگیری پیوسته گمرکچیان کشورهای گوناگون شکایت می‌کردند. در شرکت نقلیاتی میگویند اگر حجت مسافران درست باشد نباید در این زمینه مشکلات پیش آید. قبل از سفر به روسیه حجت‌های خود را درست کنید. در ایستگاه اتوبوس‌ها اینجا شما با مشکلات روبرو نمی‌شوید. ما شرکت داریم که همراه با بلیط کاغذی بیمه را نیز می‌دهد. اقتصاددان‌ها بر این نظرند که انتقال مهاجران توسط اتوبوس یا مسافربر یکی از بخش‌های آینده‌دار برای شرکت‌های نقلیاتی است. زیرا با نظرداشت افزایش نرخ بلیط هواپیما طلبات به اتوبوس همیشه وجود خواهد داشت. فعلا هزاران مهاجر تاجیک توسط مسافربرهای کشورهای دیگر بر روسیه می روند. همه چی را باید حساب کرد، اما در عموم اتوبوس نسبت به هواپیما در شرایط فعلی فایده آورتر است. باید اول این گونه خط سیرها و شرایط آنها را تشکیل نمود. برای چه قرغیزها می توانند، قزاق‌ها می توانند، ما نمی توانیم. البته امکان دارد. در حال حاضر در تاجیکستان چند شرکت نچندان بزرگ فعالیت دارند که نخست مسافران را جمع کرده بعداً برای انتقال آنها به روسیه اتوبوس ها را به اجاره میگیرند. اما بازار انتقال زمینی مهاجران در حال پیدایش است. هیچ معلوم نیست که سهم آنها در رفت و آمد عمومی مهاجران چقدر است. برنامه را ادامه میدیم. بعضی از وکیلان مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان ضد بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان هستند. حداقل 4 وکیل پارلمان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این اقدام برای مردم عادی سنگینی و صف ناراضیان را بیشتر میکند. روز 13 اپریل شرکت‌های موبیلی با نشر نرخنامه نو گفتند که نوچور قیمت‌ها را بالا میبرند زیرا مقامات چنین قرار قبول کردند. ما از عبدالله اشورов خواهش کردیم که با زبان ساده نرخنامه نو را برای شما توضیح بدهد. 4 شرکت موبیلی تاجیکستان طرافه‌های نوی خود را برای گفتگوهای موبیلی و استفاده اینترنت اعلان کردند که سر از 18 اپریل به اجرا می‌دارد. بر پایه آن مشتریان برای هر 1 مگابایت اینترنت 62 درم پرداخت خواهند کرد.
اگر قبلا شما در یک ماه به حساب میانه 3 گیگابایت اینترنت خرج میکردید و برای این 65 سومانی پرداخت میکردید، حالا برای خرید همین مقدار اینترنت 186 سومانی باید پرداخت کنید. در فاصله 2 روز تا به اجرا درآمدن نرخ‌های نو اینترنت، شرکت‌های موبیلی بسته‌های 10، 20 و 100 گیگابایتی اینترنت را به مشتریان پیشنهاد دارند. نرخ هر مگابایت اینترنت این بسته‌ها برای شما از 6 تا 12 درم می‌افتد و آن را تا آخر سال حق دارید استفاده برید. پس از 18 اپریل نرخ 1 مگابایت اینترنت از 62 درم کم نخواهد بود. از 18 اپریل به آن سو هیچ یکی از شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان اینترنتی نامحدود و یا بی‌لیمیتی موبیلی نخواهند داشت. برخی از استفاده برندگان مدم و یا وای فای راوترها که تا به حال از طرفه‌های بی‌لیمیت اینترنتی موبیلی بهره می‌بردند از آن محروم می‌شوند. اگر شما مدم و دستگاه وای فای دارید که با اینترنت بیناقل توسط سیم کارت پیوسته است، پس مواظب هر مگابایت خود باشید که 62 درم از جیب شما را کم می‌کند. از 18 اپریل نرخ گفتگوهای عادی نیز طریق تلفن‌های موبیل دیگر می شود. تا کنون نرخ 1 دقیقه گفتگوی بین شبکه‌ای با تلفن‌های موبیلی به حساب میانه 40 درم نرخ داشت. شرکت‌ها در مجموع 3 تعریف را با نام‌های گوناگون اما نرخ‌های یکسان به مشتریان پیشنهاد می‌کنند. طرفه رقم 1 پرداخت ابوننتی 25 سومانی، معاشرت نامحدود در داخل شبکه، 20 دقیقه گفتگو و 20 SMS با شرکت‌های دیگر. طرفه رقم 2 پرداخت ابوننتی 30 سومانی، 200 دقیقه گفتگو در داخل شبکه، 30 دقیقه با شرکت‌های دیگر، SMS و MMS نامحدود در قلمروی تاجیکستان. طرفه رقم 3 پرداخت ابوننتی 35 سومانی، 100 دقیقه گفتگو، 330 SMS و MMS به همه شرکت‌های تاجیکستان. حالا دیگر فرق ندارد شما مشتری کدام شرکت هستید، نرخ گفتگو و اینترنت همگی یکسان است. مسئله این است که آیا با نرخ نو شما حاضرید اینترنت بخرید و یا از استفاده آن دست میکشید. در یک سال اخیر در تاجیکستان دهها آرایشگری مویروی برای رعایت نکردن قاعده‌های بهداری مجازات شدند. در پی سنجش‌های فوری مقامات در 4 ماه اخیر کاری 70% آرایشگاه‌ها موقتا بازداشت شد. کارمندان این مرکزها میگویند محل کاری آنها به یکی از سرسنجش‌ترین نقطه‌های خدمت رسانی تبدیل یافته است و روز نیست که یگان نهاد تفتیشاتی در آنها را نکوبد. پس از یک ماه بیکاری موضوعات دوباره به کارگاهش برگشت. فعالیت آرایشگاهی که او در آن کار میکند برای رعایت نکردن قاعده‌های بهداری بسته بود. او نخواست رویش را نشان دهد. اول آمدند و گفتند که شما ستریلیزاتور ندارید. ما خریدیم، همه کمودی‌ها را اصلاح کردیم، اما با وجود آمدند و در کارگاه را بستند. این دفعه گفتند که قوطی‌های پرتابی موی‌ها باید علاوه باشد. دوام یک ماه بسته بودن کارگاه ما مشتریان خود را از دست دادیم. также мы уже месяц как не работали, мы потеряли всех своих клиентов. بعد انتقاد پرزیدنت از وضع سانیتاری مرکزهای دندانپزشکی، کاشانه‌های حسن و سرتراشخانه‌ها رییدهای مقامات سر شد. در حدود شهر دوشنبه تقریبا زیاد از 100 کاشانه حسن سنجش گذراندیم که نسبت 38 نفر آنها طبق قرار بازداشت گردیدند و نسبت 3 نفر راهبران کاشانه حسن جریمه تطبیق گردید. مقامات میگوید در برخی از این نقطه‌ها عادی‌ترین قاعده‌های بی‌خطری هم رعایت نمی‌شد. حالت کاشانه‌هایی بود که تعمیر طلب بودند، یعنی که با طلبات جوابگو نبودند، یعنی که کاشانه‌هایی که از جمله در سطح حجت‌نگاری، در سطح مثال تازگی، در سطح موادهای که داشتن مثل موادهای آرایشی. کارمندان کاشانه‌های حسن و سرتراشخانه‌ها میگویند محل کاری آنها به یکی از سرسنجش‌ترین نقطه‌های خدمت رسانی تبدیل یافته است. برنامه امروز را بینندگان عزیز با این مطلب به پایان میرسانیم، اما شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز نوار و گزارش‌های جالب را از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. خبرهای روز را در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان می شود. فراموش نکنید. تا آن وقت خدا نگهداری هر یکی شما عزیزان باشید.